یکی از علتهای دیگر تفاوت رأی ما بین فقهای عظام برمیگرده دوستان، علتهای مختلفی داره و یکی از اون علتها برمیگرده به وجود تعارض ظاهری ما بین آیات و بعضی از احادیث. اهل علم، هیچ کدوم از اهل علم منکر این نمیتونن بشن که ما بین بعضی از آیات کلام الله و بعضی از احادیث به ظاهر تعارض وجود داره. حالا در این بین فقهای عظام برای رفع این تعارض هر کدوم یک منهج و چارچوبی را برای خودشون مقرر کردن که انشالله بنده به نسبت این موضوع بعداً توضیح خواهم داد. حالا شاید کدام نوع مسلمانی این گفته بنده در ذهن اون سوال ایجاد بکنه که آیا ممکن هست که ما بین آیات و قرآن و احادیث تعارضی به ظاهر هم مشخص بشه؟ بله، این مسئله برمیگرده به منسوخ شدن بعضی از آیات و بعضی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. از جمله فرضاً این مسئله دیگه هر کسی آگاهی داره که به نسبت حرام شدن مشروبات الکلی در امت اسلام الله متعال در 3 مرحله حرام قرار دادن. لذا اون دایه قرآنی که قبل از اون حرام شدن مشروبات الکلی نازل شده بودن، کسی که در بد و امر اینو مشاهده میکنه ظاهرا تعارضی معلوم میشه، حالی که در حقیقت تعارضی نیست، بلکه قبلا حکم بر اون بوده و بعدا منسوخ شده و حکم امروزه بر همین است که و تا قیامت هم چنین خواهد بود که مشروبات الکلی حرام هستند. تعارضی به ظاهر ما بین این 3 آیه قرآن که 2 تا اونها منسوخ شدن و نهایتا الله متعال این را حرام قرار دادن به ظاهر مشخص میشه. یا در مسئله بحث میراث هست، نبی خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه منوره تشریف آورده بودن، ما بین اصحاب کرام رضی الله عنهم اخوت و برادری برقرار کرده بودند و بر همین بنا هم از همدیگر ارث میگرفتند و میراث همدیگر را اینطور صاحب میشدند. اما وقتی که الله متعال در آیه 75 سوره انفال فرمودن و اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، این بحث اخوت و برادری و این که مثلا از هم دیگر میراث بگیرن، این بحث میراث گرفتن بر مبنای برادری منسوخ شدن و بعد از اون الله متعال خود در کلام الله پاک خودشون این بحث میراث را مفصلا توضیح دادن. و یا اینکه به نسبت زنی که مثلا پناه بر خدا به زنا مبتلا میشد، در اوایل اسلام حکم بر این بود که فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن، تا وقت مرگ اون اشخاصی که اون زنهایی که به چنین مواردی مبتلا میشدن باید در خانه محبوس میماندن تا که الله متعال برای راهی را باز میکرد که بعداً بنابر حکمتی که الله متعال خود در نظر گرفته احکامات دیگر چون رجم و چون شلاق زدن برای این موارد الله متعال در کلام الله خودشون به نسبت این موضوع ناظر کردن. لذا اینجا دوستان همینه، همینطور که ما بین آیات قرآن تعارض به ظاهر معلوم میشه، تعارضی هست ظاهرا معلوم میشه، اما این بحث منسوخ بودن یا منسوخ نبودن آیات قرآن هست، همینطور به نسبت احادیث ما همچین بحثی را داریم. خیلی از احادیث هستن که در نظر خیلی از فقها اینها منسوخ هستن و بر همین مبنا بر آن احادیث عمل نکردن و همین یکی از علتهای اساسی تفاوت رأی ما بین فقهای عظام بوده. دوستان هستن سوال میکنن که مثلا شما آمین بالجهر که در احادیث صحیح آمده، چرا شما به این عامل نیستین؟ یا شما چرا رفع الیدین نمیکنین؟ یا شما چرا قرائت خلف الامام نمیکنین؟ یا عرضم حضور شما که چرا شما دستاتون رو بالای ناف نمیگذارین، پایین ناف نمیگذارین؟ و همینطور خیلی از مباحثی که مذهب احناف، علمای احناف نسبت به اون احادیث عمل نمیکنن. چرا؟ بله دوستان عزیز گرامی، اینجا یک چارچوب و قاعده وجود داره که وقتی ما بین آیات و احادیث تعارضی به ظاهر معلوم میشه، هر کدام از علما و فقهای امت اسلام برای رفع این تعارض برای خود یک خط مشی را مشخص کردن. دقت بکنین، وقتی تعارضی مشخص نیست دیگه اختلافی هم نیست. همینطور که شما امروز در ما بین عقاید اهل سنت و الجماعت در ما بین مذاهب اربعه، اگر ما بریم بر سر کتبها و کتابها، هیچ عقیده اختلافی ما در ما بین مذاهب 4 اهل سنت اصلا نداریم، بلکه ما بین اشعری و ماتریدیه هیچ تفاوت اختلاف عقیدتی ما اصلا نداریم، بلکه به گفته علامه شامی رحمت الله علیه در رد المحتار 13 مورد جزئی ما به وجود داره که اون هم هیچ ربطی به کفر ایمان شخص مسلمان اصلا نداره. لذا دوستان همینه که یکی از علتهای تفاوت رأی ما بین فقهای عظام برمیگرده به تعارض ظاهری ما بین آیات و احادیث که برای رفع این مشکل علمای احناف چنانکه استاد بزرگوارم مولانا سید محمد یوسف
حسین پور رحمت الله علیه در تقاریر صحیح بخاری صفحه 41 به نسبت این موضوع مطلبی را نوشتن که بنده نقل قول استاد گفته نوشته استاد خودم را برای شما اینجا بیان میکنم. استاد رحمت الله علیه فرمودن که اصول احناف در استنباط از احادیث یا آیات فرقی نمیکنه، بر 4 مبنا بوده. یعنی وقتی که علمای احناف در ما بین آیات و احادیث به ظاهر تعارضی را مشخص میکردن، برای رفع این تعارض اول احناف نگاه میکنن که آیا این آیه قرآن یا این حدیث منسوخ هست یا منسوخ نیست. اول به نسبت نسخ اون که آیا این آیه قرآن یا حدیث منسوخ هست یا نیست، به نسبت این مسئله سعی خودشون را مبذول میدارن. خب وقتی که مشخص میشه که این آیه منسوخ است یا این حدیث منسوخ است، دیگه اینجا دیگه هیچ موضوعی به نسبت عمل کردن این آیه قرآن یا حدیث اصلا این مابین پیدا نمیشه. اگر مشخص شد که بله این آیه قرآن و یا این آیات و یا این احادیث که به ظاهر با هم دیگر در تعارض قرار گرفتن منسوخ نیستن، سعی میکنن در مرحله دوم ما بین اون آیات و احادیثی که به ظاهر متعارض معلوم میشن یکی از اینها رو چکار بکنن؟ ترجیح بدن، که نهایتا برای وجوه ترجیح از ما بین آیات و احادیث به ظاهر متعارض علمای محدثین بالای 160 اندی شرایط گذاشتن که در این دور زمانه کمتر کسی در امت اسلام از همه این موارد خبر داره. خب مرحله دوم برای رفع تعارض ظاهری چی شد؟ تطبیق شد. اول منسوخ بودن یا نبودنش را نگاه میکنن. اگر منسوخ بود که خب دیگه تمام، دیگه بحث عمل کردن اصلا پیش نمیاد. اگر مشخص شد که بله این آیه قرآن یا حدیثی که احادیثی که ما بین تعارضی وجود داره منسوخ نیستن، پس اینجا سعی میکنن ما بین این آیات و احادیث به ظاهر متعارض چیکار بکنن؟ ترجیح بدن، بنابر همون وجوهی که برای ترجیح وجود داره. و اگر نتونستن ترجیح بدن، مشخص میشه که هر دو طرف از نظر سندیت، از نظر معمول بهی بودن، از هر نظر با هم دیگر در یک قوه و در یک سطح قرار دارن، اینجا علمای احناف سعی میکنن که ما بین آیات و حدیث به ظاهر متعارض وقتی نتونستن ترجیح بدن و یکی را جلو بکشن، اینجا سعی میکنن که ما بین این دوتا تطبیق بدن و به هر دو عمل بکنن در امت اسلام. و اگر چنانچه نتونستن که تطبیق هم بدن، نهایتا این آیه قرآن یا حدیث را غیر قابل عمل، بلکه بیشتر این موضوع در حدیث پیش میاد، غیر قابل عمل در این مورد قرار داده و این را با احترام چیکار میکنن؟ کنار قرار میدن. لذا دوستان همینه یکی از علتهای به ظاهر متعارض، به ظاهر تفاوت رأیی که ما بین فقهای اعظم وجود داره، همین علتهایی که هست که بنده در کلاس‌های متفاوت نسبت به مسائل دارم برای شما در حد توان خودم بازگو میکنم. لذا احترام تمام علمای اعظم برای ما خیلی ضروری هست. اینکه مثلا علامه امام شافعی رحمت الله علیه به نسبت این مسئله که ما بین آیات و احادیث اگر احیانا تعارض مشخص بشه نزد ایشون اول سعی میکنن تطبیق بدن، یعنی چیزی که در مرحله سوم در نزد احناف قرار داره ایشون در مرحله اول قرار دادن و در مرحله دوم نسخ اون را نگاه میکنن و در مرحله سوم اون را آیا از نظر ترجیحی میتونن کدومی که را جلو بکشن، این مسئله را پیش میکنن و نهایتا وقتی که هیچ کدوم از اینا برای ایشون مشخص نشد، نهایتا چیکار میکنن؟ اون را تساقط، یعنی غیر قابل یا غیر مقبول بهی اون را قرار میدن. لذا وقتی که خط مشی هر کدوم از فقها در استنباط از آیات و احادیث به ظاهر متعارض فرق میکنه، خب مشخص اینجا دیگه تفاوت را هم مشخص میشه. وقتی احناف بر رفع الیدین عمل نمیکنن، میگن آقا این منسوخه. شما حالا 1000 تا حدیث بیار با سندهای بسیار معتبر، وقتی در نزد احناف این منسوخ قرار داده شده، دیگه عمل کردن به این اصلا معنایی نداره. و همینطور بحث قرائت خلف امام، دیگر مسائلی که این خود بحث علمی است، خود دریای بیکران. الله به همه توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.